با فکرم درک نمودن واقعیت مسلمانان در امریکا خیلی مهم است، زیرا بعضا مردم در خارج با گزارش‌های معینی خبری آشنا شده درباره منظره کامل همایش خوب مسلمانان در امریکا اطلاع نمیگیرند. در امریکا میلیون‌ها نفر پیرو اسلام است. در سراسر امریکا بیش از 2000 مسجد وجود دارد. مسلمانان در تمام ساحه‌های قابل تخیل ایفای وظیفه می‌کنند. در ارتش، در پلیس، آنها طبیب، مهندس، حقوقشناس، ایجادکار، هنرمند و روزنامه‌نگار هم هستند و بعضاً این فراموش می‌شود. آنها درباره عمق همایش جماعت مسلمانان امریکا فهمیشی واقعی ندارند. وقتی پرزیدنت ایالات متحده امریکا نه تنها درباره اسلام بلکه مسلمانان امریکایی صحبت می کند، این اقدام برای آگاه نمودن امریکایی ها و مردم خارج نقش مهم معرفتی دارد. این اقدام شهادت نظام فراگیر امریکا است که مردم امکان دارند به اینجا آمده حیات خود را تنظیم نموده برای خود در جامعه جای مناسب پیدا کنند. بعضی ها این دلیل را نادیده می گیرند که مسلمانان از زمان بنیاد دولت امریکا در اینجا اقامت دارند. سیاک مسلمانان امریکا اصل افریقایی دارند و از اولین روزهای بنیاد این دولت مقیم آن بودند. این اطلاع خیلی مهم درباره اسلام و امریکا بوده. طور پرزیدنت ایالات متحده امریکا اشاره کرد، دانستن آن برای مردم در خارج از امریکا هم مهم است.